اون اشکال بزرگش اینه اگه مرزا برداشته بشه همه میرن سمت قطب جنوب. همین الان هم شما اگر برید سمت قطب جنوب از یه جایی که بهش میگن خط نمیدونم رویداد یا خط مرزی یا همچین اسمی داره، از خط مرزی یا افق مرزی نمیدونم یه اسم اینجوری داره، از اون رد بشی با خمپاره 81 میزننت. یعنی شما رو فقط میذارن جداره آغازین قطب جنوب رو برید بهش وارد چی، ولی نمیذارن تو قطب جنوب ادامه بدی بری جلو، چون اگه بری میرسی به سرزمینای آزاد دیگه. اونجا دیگه همه چی رایگانه، همه چی قوانین خودشو داره، فرازمینی ها زندگی میکنن، قوانین بر پایه وجدان و شرف و آزادگی و آزادیه. مثلا قوانینشون قوانین فدراسیون که